سلام، چطوری عزیز من؟ تا حالا شده به این فکر کنی که چطور میشه یه سری آدما دنیا رو انگار یه جور دیگه میبینن. وقتی واسه تو تعریف میکنن تو خیلی هم واسه ملموس نیست و انگار حس میکنی اون آدم یه خورده‌ای تو هوروته. اما سالها میگذره و تو گذرت میفته دقیقاً تو همون مسیر و همون نشونه ها و همون همزمانی ها رو میبینی و یهو سر از عجیب ترین لحظه هایی در میاری که نه دیگه میتونی خیلی راحت اصلا واسه کسی تعریفشون کنی. هم انگار وقتی تعریف میکنی اون چیزی که میگی دیگه اون چیزی نیست که تو شخصا ادراکش کردی و لمسش کردی. مثل اینکه من هی بگم این قرمه سبزی خیلی خوشمزه بود و تو هم تایید کنی، اما به جز مزه های کلی مثل شوری و ترشی و تندی چطور واقعا میشه فهمید؟ یعنی من چطور بدونم که این مزه‌ای که من از قرمه سبزی تعریف میکنم و حسش میکنم دقیقا همون مزه‌ایه که تو حس میکنی؟ و راستش ممکنه تو همه چیز همینطور باشه. به جز کلیات ذهنی کی میدونه هر کسی چه فضایی رو اطراف خودش حس و تجربه میکنه؟ حالا ممکنه تو این طیف گسترده احساسات و ادراکات تو روانشناسی بهش یه لیبل اختلالم بزنن و منم اصلا قصد ندارم که اونو ردش بکنم. اما کی میدونه واقعا چه چیزی در این جهان عجیب و گسترده در جریانه؟ قدیما خیلی همه چیزو ساینس بیس نگاه میکردم. خیلی راحت محدوده تعیین میکردم که چه چیزی معقوله و چه چیزی نیست، چی اخلاقیه و چی نیست. حواسمون باشه دیگه، حرفای من قرار نیست مجوزی واسه کار کسی صادر کنه و راستش فکر میکنم این کانال مخاطبان خاص خودش رو داره. وقتی بعد از سالها الگوریتم نویسی و برنامه نویسی شروع کردم روانشناسی خوندن، خودکار قرمز دستم بود و دور نوشته هایی که خیلی برام عجیب بود خط قرمز میکشیدم. مثلا یه جا از یه مورد نادر آسیب در عصب شبکیه چشم میگفت که با اینکه شخص دچار آسیب مغزی یا حافظه نشده، میگفت من سربازهایی رو میبینم که دارن تو میدان میجنگن، یا مثلا اون بیرون بچه ها دارن بازی میکنن، در حالی که همچین چیزی هم نبوده. و زیرش هم نوشته بود که البته علم هنوز هیچ پاسخی برای این موضوع نداره. بعدها با خوندن کتاب جهان در پوست گردو اثر پروفسور هافکینگ و آشنا شدن با فیزیک کوانتوم و جهانهای موازی کم کم حدس زدم که چه چیزی در جریانه و اون چیزی که اون شخص میدیده احتمالاً یک پاسیبیلیتی، یک امکان از بی نهایت حالت موجود در جهانهای مختلفه. و من اینجا از احتمالاً صحبت میکنم، چون حدس میزنم که خود جهان و حتی وجود ما هم بر پایه عدم قطعیت باشه. و راستش میگم خود حقیقت هم سیاله و خودش رو داره در همه حالت تجربه میکنه. این موبایل یا لپتاپی هم که دستمونه و فکر میکنیم که خیلی جامد و سالیده، این هم سیاله و اون قدرهایی که ما فکر میکنیم اصلا جامد و سالید نیست. حالا راجع به چرایی این موضوع که احتمالاً بهتر از من شنیده باشینش و بدونینش بعداً صحبت میکنم. خلاصه همه جا چرخیدم، تو چاکراها گشت زدم، ساعتها و روزها مدیتیشن کردم، تو جلسه های ریتریت دکتر جو دیسپنزا شرکت کردم، یکی یاد گرفتم، یونگ خوندم و عاشق مولانا شدم. با بشار ست کرایون آشنا شدم. اما فقط وقتی در سکوت خودم در رو برای همه خودم باز گذاشتم، همه اون چه من اون رو خودم مینامم یا خودم هستم و اصلا از اون خبر ندارم، چیزهایی رو تجربه کردم و جهان رو طوری ادراک کردم که سحرآمیزه، هزار تویی عجیب و زیبا، دارک و لایت، و این وسط رقص بود بین نور و تاریکی.
و من اون رقص بودم. عزیز من، اینجا قراره با من در این 1000 تو همراه بشی که متوجه بشی من و تو یکی هستیم. نه شعاری ها، واقعا تجربه های متفاوت از یک چیز هستیم. اینجا میخوام لمحه هایی از شهودهای خودم رو باهات به اشتراک بذارم و البته گاهی تو رو با خودم به طبیعت زیبای ایرلند میبرم. اگه به محتوای این کانال علاقه‌مند هستی، کانال رو سابسکرایب کن که متوجه ویدیوها بشی و میدونم هرچه بیشتر با هم آشنا بشیم میبینی من خود تو هم.